یک سازمان عمومی حقوق انسان گفت هفته گذشته اینترپل نام موحیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را از فهرست افرادی که شدیداً جستجو میشوند بیرون کرده است. مسئولان سازمان Defending the Human Right to a Fair Trial که در بلژیک و لندن قرار دارد 28 فوریه گفتند بیش از یک سال ضرور شد تا آگاهی سرخ از نام موحیدین کبیری برداشته شود. آنها در وبسایت رسمی خود گفتند اینترپل با سوء استفاده تاجیکستان از سیستم رد نوتیس پاسخ رد داد و کبیری را باعث پناهنده سیاسی اعتراف کرد. نام موحیدین کبیری سال 2016 وارد لیست اینترپل شده چند مدت در وبسایت پلیس بین‌المللی هم قرار داشت اما بعد چندی از آنجا غیب زد. با این وجود مقامات تاجیکستان میگویند جستجوی بین‌المللی موحیدین کبیری پایان نیافته است. اول سال روان دادگاه عالی تاجیکستان با محاکمه پرونده او در غیبت شروع کرد. موحیدین کبیری که در گذشته مقامات تاجیک او را برای دست داشتن در آشوب حاجی حلیم متهم کرده بودند از ماه مارس سال 2015 به این طرف در خارج قرار دارد. کبیری 53 ساله سال 2006 در پی درگذشت سید عبدالله نوری به رهبری حزب نهضت اسلامی رسید و 2 دفعه وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان بود.